سکنان نوبینای شهرک حیات نو شهر ایسور امیرشو غفوروف به اداره آزیا پلوس زنگ زده خبر داد که 3 روز این جانب چیزی نخورده است. به نشان اعتراض از بی‌پروایی منصبداران وزارت تندرستی و مقامات شهر ایسور گرسنگی اعلام کرده است. به گفته امیرشو به ضمن معیوب بودن از بینایی پس از بریدن یک پایش امکان ندارد که کار کند. هر ماه کمک پولی میگیرم لیکن آن کم است، میگوید امیرشو. پس از بریدن یک پایش به او معالجه تعیین کردند که یک دوره آن 2700 سومونی نرخ دارد. در یک سال باید 4 مرتبه معالجه کنم. هر یک تبلت که 400 سومونی نرخ دارد، لیکن من پول ندارم، میگوید غفوروف. موافق قانون این دارو را به من باید به پول دهند، لیکن الکی یک ماه گذشت آن را نمیدهند. امیرشو میگوید او هر روز به شخصان مسئول وزارت تندرستی و مقامات شهر ایسور زنگ میزند، لیکن همش بیفایده است. هیچ کس گوشک تلفن را نمیبردارد. منصبداران اومده با وضع من شناس میشوند، دلسوزی میکنند، میروند. از این حال من بهتر نمیشود، میگوید امیرشو که در یک خانه نه چندان کلان در قلمرو کمبینات تعلیم استحصالی نوبینایان ایسور زندگی دارد. امیرشو غفوروف با این بی‌پروایی منصبداران دچار شده به اقدام مجبوری دست زد. در نزد مردم گرسنه‌نشینی اعلام کرد تا که مقامات حکومت را به حل مشکلیش جلب نماید. مقامات محلی از گفتگو با ما خود را کنار گرفته در حق ما غمخواری نمیکنند. اصرار میکند کارمند معیوب کمبینات تعلیم استحصالی نوبینایان در شهرک حیات نو به قول وی در سراسر ایسور جمعیت نوبینایان 400 و در کارخانه 170 نفر اعضا دارد. امروز آدمان کمبینات به حال خود گذاشته شدند، کار نیست و شرایط زندگی مشکل است. بسیاری ها برای طلبندگی به دوشنبه و دیگر شهرها می روند. بعد بریدن یک پای امیرشو از این امکان نیز محروم شده است. در همین حال از وزارت تندرستی بعض پلیوس در این رابطه اظهار نمودند که دایر به این مسئله کمی بهتر پاسخ میگویند. بعض پلیوس میسر نشد که تا این دم با مقامات محلی حکومت شهر ایسور تماس بگیرند.